will move into this choke point of the free world's oil flow. In a word, if we don't do the job, the Soviets will. امام خمینی پس از آگاهی از تصمیم آمریکا در جلسه خصوصی به برخی مسئولان میگوید اگر جای شما باشم اولین ناوی را که برای اسکورت نفتکش‌ها وارد تنگه هرمز می‌شود میزنم. مسئولین متعجب از قاطعیت امام خواهان صدور دستور ایشان هستند، اما امام میگوید هر جور صلاح می‌دانید عمل کنید. نیروی دریایی سپاه بر اساس استنباط از مواضع قاطعانه امام برای حمله به اولین ناو امریکایی در منطقه تنگه هرمز مستقر می شود. مسئولان سیاسی اما نظر دیگری دارند. در آخرین دقایقی که قایق‌های سپاه خود را برای حمله به ناو آمریکایی آماده می‌کنند، پیغام توقف عملیات دریافت می‌شود. البته سپاه با توجه به گستره خلیج فارس طرح‌های محرمانه دیگری نیز دارد. کاروان نفتکش‌های کویتی با اسکورت